از 92 نفر اشتراکچی المپیاد جمهوری از فن متماتیک 25% اشتراکچیان پلانشت گرفتند. یعنی خیلی ناس غالبان المپیاد جمهوری از فن متماتیک چند پلانشت گرفتند. کاش که هم وقت در المپیاد هم خیلی تحفه میدادن پلانشت. خیلی ان شاء الله در آینده 97 نفر اشتراکچی المپیاد جمهوری است 25%ش پلانشت گرفتند. یعنی سوالی فایز است از روی قاعده مکتبی رویم 92 نفر هست و این چند 100% رو تشکیل میکند. 25% اون فقط پلانشت گرفتن، یعنی چند نفر هستند. چیکار میکنه؟ تناسبی است، ضرب تناسبی است. یا اینکه نگاه کنه دیگر من برای چین سوال انتخاب کنم، برای دیگر نشون دادم، در پیش یک درس هم نشون دادم، با یک بار وای کنم. نگاه کنه از 100 به 25% چقدر اومده؟ تقسیم 4، یعنی 4 مرتبه فرق داره. در اینجا این هم 4 مرتبه باید فرق کنند. یعنی همین 92 رو اگر به 4 تقسیم کنم من 25% رو به دست میگیرم. چی میشه 92 تقسیم 4؟ یعنی تقسیم کرده میتونه این به در درون اینو 2 تا 8 مینوس میکنه 12 و 3. یعنی تقسیم رو به خاطر آوردیم 9 میشه. یعنی 23 نفر پلانشت گرفتن. یعنی میتونستیم x ضرب 100 92 ضرب 25 بعد به 100 تقسیم کرده کار کرده میشد. برای همین راه رو نشون دادم و که رقم های نقض بودن، برای همین راه رو نشون دادم تستر ممکن باشد.